جور صحتمند و سر حال باشین. عزیزای دل، فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو بهتون تبریک میگم. ان شاء الله که یک ماه پرخیر و پربرکت داشته باشیم همه ما و به واسطه ما خواستم زولبیا آماده کنم عزیزا یا جلبی و به خاطر همین گفتم ویدیوشو برای شما بگیرم. ان شاء الله خواستیم برای افطاری خود آماده کنیم، مقدار کمتر که خیلی راحت تر میتونید در خانه آماده کنید. تمامی مواد هم داخل لیوان ریختم براتون که خیلی راحت میتونید پیمانه کنید. دقیقاً این لیوان ها با اون پیمانه های استاندارد یکیه، یک اندازه. اینو چی دارم نشون میدی؟ کیف. بفروشی خب عزیزا با ما همراه باشیم، بریم با هم دیگه زولبیای خیلی خوشمزه رو آماده کنیم. پیشا پیش عید نوروزتون هم مبارک باشه و دیگه چی بگم بهتون، خیلی نامردی شد چون ما همین امسال سال 1402 اول سالم روزه گرفتیم، الان آخر سالم داریم روزه میگیریم، ولی خب ان شاء الله که قبول حق باشه از همه ما و از این به بعد ان شاء الله یکم منوهای ما منوی افطاری میشه و با ما همراه باشید. ما رو تنها نذارید، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. دم شما گرم. خب نازنینا، مواد لازم در تصویر میبینید. اول از همه ما مایه خمیر رو میذاریم که عمل بیاد. نصف لیوان آب گرفتم، آب ولرم استفاده کنید. حدود 7-8 گرم مایه خمیر خشک احتیاج داریم. یه قاشق هم شکر بهش اضافه میکنیم. اینا رو با هم مخلوط کنید و درش رو ببندید، بذارید که مایه خمیر عمل بیاد. بریم توی فاصله بعد شربتش رو آماده کنیم، شربت زولبیا رو. خب من اینا رو مخلوط کنم. یه 10 دقیقه یه رو میذاریم که مایه خمیر پف کنه بیاد بالا. خب الان هم میخوایم شربتش آماده کنیم. 2 لیوان شکر داریم، اینم 2 لیوان، 2.5 لیوان شکر و 1.5 لیوان آب احتیاج داریم. اینم از آب ما 1 لیوان. اینم نصف لیوانش. 1-2 برش لیمو بهش اضافه میکنیم. چند تا دونه هل هم اضافه کنید داخلش که عطر خیلی خوبی به شربتتون بده. هل کوبیده اضافه نکنید عزیزا، به خاطر که اگر هل کوبیده بهش بزنید یک جور خاکی دیده میشه. وقتی که زولبیا رو داخلش میزنید انگار خاک ریخته از روی زولبیا. البته من اینجوری فکر میکنم، ولی خب بذارید روی حرارت و شکرش رو بذارید کاملا حل بشه. اینجا یک کاری میتونید انجام بدین، اون هم این که میتونید که زعفران به شربتش اضافه کنید یا اینکه به مواد زولبیا اضافه کنید. این کاملا اختیاری، هر کدوم شما دوست داشتید میتونید همون رو انجام بدین که من الان داخل شربتش نمیریزم و مواد زولبیا رو بهش زعفران میذارم که زرد و خوشگل بشه. این رو ببریم رو حرارت بذاریم تا شکر کاملا حل بشه و غلیظ بشه. خب عزیزا اینجا شربتش رو میذارم که قوام بیاد، کم غلیظ بشه، شکرش کامل باید حل بشه. بعد آخر کارم اگه دوست داشتین 1-2 قاشق گلاب هم اضافه کنید که عطر خیلی خوبی به زولبیا بده. هنوز شکرش کامل آب نشده. از آخر کار بعد این لیمو و این هلا رو از داخلش برمی‌داریم. خب مایه خمیری که عمل آمده رو عزیزا در داخل ظرف بزرگتر اضافه میکنم. قاشق چنگال چیزی هم بگیرین جلو دست خود. نصف لیوان ماست داریم. من از ماست معمولی استفاده کردم. میتونید از ماست پرچرب هم استفاده کنید که من نداشتم و با همین ماست معمولی درستش میکنم. ماست هم بزنید. بیکینگ پودر داریم در حد 1 قاشق چایخوری. در حد 1-2 قاشق هم روغن احتیاج داریم. زعفرونش هم اضافه میکنیم.
نصف لیوان آب اضافه میکنیم. فرق نمیکنه آبی بلند بزنید، هر آبی بزنید اشکال نداره. حالا آردار رو اضافه میکنیم. اگر خواستیم با همزن برقی هم میتونید بزنید. 1 لیوان آرد، نصف لیوان دیگه. میخوایم یه خمیر آماده کنیم که خیلی روون باشه، خمیر شل که راحت از یک قوطی سس بیاد بیرون. خب نمیدونم از کجایش ویدیو قطع شده بود عزیزا، فکر کنم گوشی محافظه نداره دیگه. من این رو میذارم، این مخلوطه به مدت 20 دقیقه 30 دقیقه میذاریم که استراحت کنه، بعدش داخل قوطی سس انتقالش میدیم. شربت در حال آماده شدنه. بعد اینکه باید غلیظ بشه، یعنی قوامدار بشه. یک ذره دستتون رو بزنید، باید چسبنده باشه و وقتی که سردتر میشه یه خورده غلظتش بیشتر میشه. شما سعی کنید که همین که احساس کردین چسبنده شده اوکی دیگه، زیرش خاموش کنید. بعد اگر هم خواستین که زولبیایتون یک رنگ خیلی شفاف پیدا کنه مثل یکیای بازاری، من بهتون نشون میدم، اگه خواستیم مثل یکیای بازاری باشه همون تو جلادار و چی میگن شفاف باشه، یک قاشق غذاخوری گلوکوز مایع هم بهش اضافه کنید. معمولا قنادی ها این کار رو انجام میدن، ولی اگر نزدین هم مشکل خاصی نداره. همین گلوکوز مایع رو بهش اضافه کنید و این باعث شفافیت زولبیا و بامیتان میشه. این هم که کاملا حل شد، بعد من حرارت خاموش میکنم. بعد میریم برای درست کردن زولبیا. دور و بر اجاق هم اصلا نگاه نکنید که خیلی شربت جوشیده پاشیده دور و برش حسابی کثیف شده. من این گلوکوز مایع رو میذارم که کاملا حل بشه داخلش. بعدش هم ببینید هنوز کاملا حل نشده. این باعث شفافیت و جلای زولبیا و بامیه میشه که میگم این کار قنادی ها انجام میده، اگر نداشتین هم مورد نداره. خب عزیزا بعد از حدود نیم ساعت مواد ببینید پف کرده. پفش بگیرین، یک دونه قوطی سس جلو دستتون باشه، شسته تمیز و مرتب، و این مواد با کمک یک قیف داخل قوطی سس بریزین. خب عزیزا من یک تیکه از مواد زولبیا را ریختم که داغی روغن چک کنم. حالا میریم برای ریختن مواد زولبیا. بذارین که سرخ بشه دو تا طرفش. یک طرفش که سرخ شد طرف دیگهش بچرخونین و بعدش هم داخل شربت گرم انتقال بدین. وقتی از اینجا سرخ شد داخل شربت گرم بذارین، شربتتون سرد نباشه داغم نباشه. یکیش سرخ شد میذاریم داخل شربتش. قوطی سوسی که من برداشتم خیلی دهانش گشاده، بعد به خاطر همین یه خورده زولبیا رو ضخیم‌تر برمی‌داره. یه قیف هم ندارم که داخل یه قیف چیزی بذارم. خب زولبیا رو با شهدش آغشته کنید و بعد چند دقیقه داخل یک صافی آبکش بذارید که شهدای اضافهش خارج بشه. عزیزای دل، این از زولبیای خیلی خوشمزه ما در خانه آماده کنید برای ماه رمضان، برای موقع افطارتون
واقعا خیلی خوشمزه و ترد. الان براتون تستش هم میذارم که ببینید چقدر ترد و خوبش آمده نسبت به اون زولبیایی که با نشاسته گل آماده میشه. این یکی که با خمیر آرد آماده میشه به نظرم خیلی هم خوشمزه تر هم با کیفیت تر. خب عزیزا ببینید زولبیا رو اما تو خوب قاق ترد خوشمزه آمده نسبت به اون زولبیایی که با نشاسته گل و اینا آماده میشه. این خیلی خوشمزه تره، تردیش هم قشنگ مشخصه. و همون یه قاشق گلوکوزی که اضافه کردیم باعث شده که رنگ زولبیا خیلی شفاف و عالی بیاد. حتما در خانه آماده کنید و سر سفره افطارتون ما رو هم دعا کنید عزیزا.